باب 14 درباره زکات چرواهای انعام، مالهای چروا، گاو، گوسپند، شتر، بز و غیره که در این مسئله هست. و چروای انعام، در چروای انعام شتر، گاو، گوسپند و بز داخل می شود. این قسمت حیوان ها را در بر می گیرد. و همچنین گاوهای ذاتی که هستند، یک نام دیگری هم دارند، در خاطرم نیست، گاوهای کلان، آنها در صنف گاوها هر قسمت گاوی که باشد داخل می شود. خلاصه و گوسفند همچنین و بز همچنین، معیز، چی پشمدار باشند چی نه، همین جمله همین حیوان ها را بهیمة الانعام میگویند. برای چی بهیمة الانعام شون میگویند؟ به خاطر آنه که اینا سخن نمیگویند. کلمه ابهام پنهان بودن است، روشن نبودن است، سخنور نیستند. بارک الله فیکم. المساله الاولى شروط وجوبها. مسئله اول، شرط های واجب شدن زکات از چروای انعام. برای واجب شدن زکات در چروای انعام، انمی قسمت گاوها، بز و گوسپند، شتر همچنین، شرط های ذیلین لازم است. اولا به نصاب شرعی رسیده باشد و نصاب در شتر باشد از 5 شروع می شود، از 5 شتر. در گاو باشد از 30 گاو شروع می شود، اما در گوسپند از 40 گوسپند یا که بز شروع می شود. و دلیل آن فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم است که گفتند لیس فیما دون 5 ذو دین صدقه. در کمترین از 5 سر شتر زکات نیست. انسان 4 شتر دارد، از وی زکات نیست، یا که 3 شتر دارد، از وی زکات نیست. روایت بخاری تحت رقم 1447 و مسلم تحت رقم 979. و همچنین در حدیث معاذ رضی الله عنه که گفتند که بعثنی رسول صلی الله علیه و سلم، پیامبر ما را فرستاد بر اهل یمن، فامری ان اخذ من بقر من كل 30 تبعا. بر من امر کرد که من از هر یک 30 سرگاو زکات بگیرم، و من كل 40 مسنه، و از 40 بز و گوسپند زکات بگیرم. یعنی که پیامبر اساسا هنگامی که معاذ را به یمن فرستاد، برای فرمود که از هر 30 گاو یک تبع، گاو یک ساله را میگویند، یک تایلاقشه یک ساله را بگیرند، ای بگیرد اگر گاو با 30 سر رسید، و از هر 40 سر یک مسینه از بز و گوسپند یک تا گوسپند بگیرد. روایت احمد و ابی داود و ترمذی و دیگران روایت کردند. و فرموده است که اذا كانت 100 رجل ناقصه من 40 شاة فليس فيها صدقه. اگر گوسفندی چراگاهی کمتر از 40 گوسفند باشد، در وی زکات نیست، از وی زکات نیست. انسان 30 گوسفند دارد، 35 گوسفند دارد، از وی زکات نیست، که بز. روایت بخاری تحت رقم 1454. دوم، گذشتن یک سال، حول میگویند، بر چاروا در دست صاحبش. در این حالت نصاب برای واجب میگردد. و دلیل آن حدیثی که ترمذی و ابن ماجه روایت می‌نمایند، لا زکات فی مال حتی یهول علیه الحول. گفتند در مالی که یک سال نگذشته از بروی زکات نیست. و چاروا باید سیمه میگویند چراگاهی باشد، یعنی که خودش بچرد، خودش بخورد، یعنی در تمام سال یا بیشتر سال در چراگاهی طبیعی که طبیعتی که به خودی میروید از آن خود بچرد، خود بخورد. به دلیل فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمودند و فی صدقه الغنم و سائمتها اذا كانت 40 الی 120 شاة. در زکات گوسپند اگر سیمه باشد، یعنی که خود به خود بچرد، از 40 تا 120 گوسپند یک گوسپند زکات مال پرداخت کرده می شود. روایت بخاری 1454. و فرمودند که در هر شتر سیمه که 40 سر باشد، یک شتر ماده 2 ساله بنت لبون میگویند زکات پرداخت کرده می شود. اما میفرمایند که اگر چروا، آن چروایی که مثلا انسان دارد، خود از طبیعت نچرد، چراگاهی نباشد، اگر چراگاهی باشد پس از وی زکات مال پرداخت کرده می شود. اگر چراگاهی نباشد، خود او را تامین نمایی، الاف رو خریده تامین نمایی، خوراک رو خود خریده یا که بدهی، خود بخورانی، گفتند که در آن زکات نیست. و همچنین چروایی که از آن زکات مال پرداخت کرده می شود، چروای عملی کاری نباشد، یعنی صاحب آن چروایی که دست دارد آن را از برای شودگار یا که کیشزار یا که دیگر کارها استفاده نبرد، استفاده برده نشود در این چیزها، در آن زکات مال است. آن چروایی که مورد استفاده هستند در شودگار و در کیشزار و در قشلاق‌ها اینطور دیده می شود، پس در آنها زکات مال نیست. اما اگر چروا، همون چروایی که انسان دارد برای اجاره دادن بر کسی اگر داده باشد، پس از وی زکات مال داده می شود، از وی زکات داده می شود. بارک الله فیکم. اکنون مسئله دوم، مقدار زکات واجب در چرواهای انعام. اگر ما چروای انعام را فهمیدیم، شتر، گاو، گوسپند، بز. اولا مقدار زکات شتر. در بالا گفتن که بر 5 تا شتر، از 5 تا شتر زکات شروع می شود. انسان 5 شتر دارد، در اینجا زکات شروع می شود. پس از بر 5 شتر یک گوسپندی جزع می گویند، یعنی گوسپند یک ساله زکات پرداخت می شود. انسان 5 شتر دارد، یک گوسپندی یک ساله باید زکات پرداخت نماید. یا سنیه می گویند، سنیه یا بوزیچه 2 ساله. اگر گوسپند بدهی از 5 شتر یک گوسپند یک ساله می دهی،
یا یک بوز 2 ساله. در 10 تا شتر باشد 2 گوسپند میدهی یا 2 بوز، 2 گوسپند 1 ساله که 2 گوسپند 2 ساله. در 15 تا 3 گوسپند میدهی، در 20 تا 4 گوسپند میدهی و در 25 تا 5 گوسپند میدهی. اگر 25 شد در اینجا بینتی مقاز میگویند از شتر واجب میگردد. 1 ساله را کامل کرده است، 10 سال دوم میدراید از 25 شتر و این نام را عادتا برای آن گرفته است. این شتری که زکات پرداخت میکنی از آن شتری که بر زکات میدهی، برای آن این گونه نام آن را گذاشتند که از پشت مادرش تا حال میرود، تا حال شیر میخورد. 1 ساله را کامل کرده است، 2 ساله شده است. اگر که آن را پیدا نکردی پس بینت لبون میگویند، شتری نر که 2 ساله شده است. شتری که 2 سالگی در قدم گذاشته است، 2 ساله درآمده است، 2 ساله را کامل کرده است، یعنی که در سال 3 میدراید. بسنده است که از این زکات بدهد. و بینت لبون عادتا این نام را به خاطر آن گرفته است که مادرش بار دوم تولد میکند، یعنی که شیردار میشود. باز بارک الله فیکم. پس از 36 شتر تا 55 شتر را، از 36 تا 55 شتر را اگر که ثروت انسان با اینجا برسد، بینت لبون واجب است میگویند که شتر ما گفتیم که 2 ساله را کامل کرده است، در سوم در آمده است. و از 45 شتر تا 60 شتر را یک شتر داده می شود که الکی 3 سالگی را کامل کرده است، در 4 سالگی در آمده است. 3 سالگی را کامل کرده در 4 سالگی الکی که در آمدگی است. و از 61 شتر تا 70 شتر را جزع واجب است، یعنی که 4 سالگی را به اتمام رسانده است شتر، در 5 سالگی میدراید. یک شتری این سن سال داده می شود، در سال پنجم در آمده است. و اینا جزع میگویند این شتر 5 ساله را به خاطر آن که دندانهای پیش خود را الکی پرتافته است، یک دندانهایش غلطیده است یعنی. و از 76 تا 90 باشد بینت لبون میگویند. از 76 تا 90 رو، از 76 تا 90 رو در اینجا شتوری یک شتور داده می شود که با همراهیش فرزند دارد، یک شتور 2 ساله دیگه با همراهی خود دارد، پرداخت کرده می شود. و از 91 شتور تا 120 دو شتور 4 ساله داده می شود. اما اگر از 120 شتور دیگه زیاد شود، از 40 شتور سر هر 40 شتور یک بینت لبون داده می شود. و اگر که باز زیادتر شود، از 50 شتور حق داده می شود، یک شتوری کلان 4 ساله. و همه این در اساس حدیث انس است که در کتاب زکات ذکر می شود. و از 40 گوسپند و همچنین از 30 گاو پرداخت زکات کرده می شود، روایت بخاری است. پس خلاصه از 5 تا 9 شتور، از 5 تا 9 شتور یک گوسپند 1 ساله یا بوزی 2 ساله داده می شود. و از 10 تا 14 شتور 2 گوسپند داده می شود. از 15 تا 19 شتور 3 گوسپند داده می شود. و از 20 تا 24 شتور 4 گوسپند داده می شود از شتور. و از 25 تا 35 یک شتوری 1 ساله بینت مزاق گفتیم، شتوری ماده 1 ساله، اگر نباشد یک پسری 2 ساله داده می شود، بینت لبون میگویند. و از 36 تا 45 شتور یک شتور ماده 2 ساله بینت لبون. از 46 تا 60 شتور یک شتوری 3 ساله حق میگویند. از 61 تا 75 یک شتوری 4 ساله جزع میگویند. از 76 تا 90 2 شتوری 2 ساله بینت لبون. بینت لبون دختر شتوری ماده 1 ساله میگن. پس از 76 تا 90 رو 2 تا شتوری 2 ساله داده می شود، 1 سالگی را کامل کرده است. از 91 تا 120 باشد 2 شتوری 3 ساله، 2 حق میگن، 2 شتوری 3 ساله. پس و در آخر از سر هر یک 120 شتور، از هر 40 سر شتور اگر که شتور انسان به 120 رسید، دیگر حساب باز دیگر خم می شود. از 40 شتور یک تا بگیم که شتوری ماده 2 ساله بینت لبون داده می شود. از هر 50 شتور یک شتوری 3 ساله حق داده می شود. چقدر کم است، به نهایت کم است. اگر خلاصه جدول این را ما نگاه کنیم، در اینجا جدول آوردگی در این کتاب، از 5 تا 9 یک گوسپند، از 10 تا 14 2 گوسپند، از 15 تا 19 3 گوسپند، از 20 تا 24 4 گوسپند، از 25 تا 25 یک شتور 1 ساله، از 36 تا 45 یک شتوری 2 ساله، از 60 تا 80 یک شتوری 3 ساله، از 61 تا 75 از 46 تا 60 یک شتوری بگیم که 2 ساله 3 ساله، از 61 تا 75 یک تا جزع 4 ساله، از 76 تا 90 2 تا 2 ساله، از 91 تا 120 2 تا 3 ساله. پس از این سر هر یک 40 1 تا 2 ساله، سر هر یک 50 2 تا 2 ساله یا 3 ساله داده می شود. این از خلاصه بیان حساب زکات مال از شتور. سپس میگذاریم در بیان زکات مال از گاو و گوسپند. سپس میگذاریم
قدر واجب در زکات گو. قدر واجب در زکات گو میفرماید که تجیبو من 30 بقره الى 39 تبع. واجب میگردد در زکات پرداخت گو در 30 سرگو تا 39 سرگو تبع واجب است. تبع گوی که 1 ساله شده باشد آن را تبع میگویند، چون تا حال از پشت مادرش میرود، پیروی میکنه از پشت مادرش. از 40 سرگو تا 59 گو موسین واجب است که گوی است که 2 ساله شده است و آن را موسین میگویند که زیرا دندانهای نو برآورده ایستاده است. در 60 تا 69 2 تبع، 2 تایلاقچه 1 ساله واجب است و در هر 30 سر 1 تبع، در هر 30 سر 1 تبع گو تایلاقچه 1 ساله و در هر 40 سر 1 مسینه تایلاقچه 2 ساله واجب است. همین طور هر قدر که شماره گوها زیاد شدن گیرد و این بر حدیث معاذ است رضی الله عنه که در آن آمده است پیامبر صلی الله علیه و آله به من فرمود گفتند که از هر 30 گو 1 تبع تایلاقچه 1 ساله و از هر 40 1 مسینه تایلاقچه 2 ساله بگیرم. پس در اینجا جدول را آورده است که من این جدول را به شما ذکر یادآوری می‌نمایم و شماره آن و مقدار واجب آن. پس مقدار زکات گو چگونه بیان کردیم، از 30 تا 39 1 تایلاقچه 1 ساله، از 40 تا 59 1 تایلاقچه 2 ساله، از 60 تا 69 سرگو رو 2 تایلاقچه 1 ساله، از 70 تا 79 1 تایلاقچه 1 ساله و 1 تایلاقچه 2 ساله. پس اگر هر چی پس از این زیاد شدن گرفت از ثروت، سری هر 30 سرگو 1 تبع 1 تا 1 ساله، سری هر 40 سرگو 1 تا 2 ساله داده می شود. اگر جدول مختصر این رو بیان نماییم، از 30 تا 39 1 تا 1 ساله، از 40 تا 59 1 تا 2 ساله، از 60 تا 69 2 تا 1 ساله، از 70 تا 79 1 تا 1 ساله تا 2 ساله از گو تایلاقچه ها داده می شود. چقدر کم است، ولی که فضل از جانب الله سبحانه و تعالی است که بر بنده توفیق بدهد که این را پرداخت نماید این زکات را. پس هر چی شماره زیاد شود در هر 30 1 تا 1 ساله، در هر 40 1 تا 2 ساله اضافه شدن میگیرد، واجب میگردد. اما قسمت سوم قدر واجب در زکات گوسپند و بز. قدر واجب، زکات واجب در گوسپند و بز و در 40 سر گوسپند تا 120 سر، از 40 تا 120 سر از گوسپند در اینجا 1 گوسپند واجب می شود، 1 گوسپند واجب می شود و از 120 تا 200 گوسپند باز 1 گوسپند دیگر اضافه می شود، 2 گوسپند می شود و بعد از این شماره فریده یعنی مقدار زکات ثابت می شود، یعنی که بعد از این سری هر 100 گوسپند دیگر حساب کرده می شود، نو باسته از شماره آن تا چند در می رسد. و این بر اساس حدیث انس رضی الله عنه است که فرمودند که در زکات گوسپند اگر شماره اشان از 40 تا 120 باشد 1 گوسپند واجب می گردد، اگر از 120 تا 200 شد 2 گوسپند واجب می گردد، اگر از 200 زیاد شد 300 400 تا 300 1 گوسپند واجب می شود، 1 گوسپند اضافه می شود، اگر از 300 زیاد شد پس در هر 100 گوسپند 1 گوسپند. اگر ما جدول مختصر این را که چگونه در کتاب ذکر شده است بیان نماییم، از 40 گوسپند تا 120 گوسپند را 1 گوسپند میدهد انسان، از 121 تا 200 را 2 گوسپند میدهد، از 201 تا 300 را 3 گوسپند میدهد. اما سپس اگر از 300 گوسپند زیاد شد دیگر سری هر 100 گوسپند 1 گوسپند میدهد. سبحان الله. از 40 تا 120 گوسپند 1 گوسپند هیچی است، از 121 تا 200 را 2 گوسپند، از 201 تا 300 را 3 گوسپند. سپس اگر از 300 زیاد شد سری هر 100 گوسپند، سری هر 100 گوسپند 1 گوسپند میدهد. بارک الله فیکم. المسأله الثالثه، مسئله سوم فی صفت الواجب. مسئله سوم در بیان صفت زکات واجب، نه چگونه بودن حیواناتی که باید تو آن را زکات بدهی، پس بدانید که اسلام با قانون عادلانه خود میان منفعت فقیران و ثروتمندان موازنت توازن برقرار کرده است. فقیر حق خود را پوره و بدون کمبودی میگیرد و همزمان حقوق ثروتمندان نیز رعایت می شود. از این رو زکات باید از حیوانهای میانه آن رمه‌ای که دارد داده شود، نه بهترین آن گرفته شود، نه پسترین بدترین از آن حیوانها. جمع آوری زکات باید سین سال معین شده را رعایت کند و کمتر از آن قبول نمی شود، زیرا به فقیران هم ضرر رساندن جایز و روا نیست و بیشتر از آن هم گرفته نمی شود تا به ثروتمندان هم ضرر نرسد. برای همین حیوان بیمار، عیبدار یا خیلی پیر داده نمی شود، زیرا برای فقیر این فایده نمی رساند و برعکس این حیوان بسیار فربه یا برای خوردن تیار است
یا اینکه فرزند دارد یا حامله فربه و غیره که بهترین از حیوان ها باشد، از اون داده نمیشود. همچنین اینکه مثلا هنگامی که زکات مال پرداخت شود بهترین حیوان رما را چشم نگاه کند و بگیرد، یا که بدترین آن را نگاه کرده سپس بگیرد، جدا نماید. نه، بلکه باید متوازی میانه باشد، چون بهترین مال را گرفتن به ثروتمندان زیان میرساند و بدترین مال بر فقیران زیان میرساند. چون رسول الله فرمودند که هنگام معاذ را روان کردند و ایاک و کرائم اموالهم گفتند و از بهترین مال های آنها زکات گرفتن و میگه بپرهیز، گفتند نگیر. روایت بخاری تحت رقم 1395 و مسلم تحت رقم 19 از ابن عباس. از عمر رضی الله عنه روایت است که با کارگزارانش سفیان گفت قل لقومک، بر قومت بگو ان ندع لكم ربع، ما برای شما ربع، یعنی آن که خرد است یا که گوسفندی که فربه هست بر زیاد و گوسفندی نر که برای زاییدن نیست، اینها را چیکار کردن؟ بیان کردن و فرمودن که گوسفندی 1 ساله یا که 2 ساله رو باید بگیریم بدهیم. از این قسمت ذکر شده باید جدا نکنیم، بلکه گوسفندی 1 ساله که در بالا ذکر کردیم یا که 2 ساله که هست، تا که نه ثروتمند ضرر بیند نه فقیر بیچاره، بلکه میانروی بین این آن باشد. در اینجا فرمودن که و ذلک واسط بیننا و بینکم فی المال، چون این میانه هست بین ما و شما در مال، میانه هست بین ما و شما در مال. اما مسئله دیگری که در اینجا ذکر می شود در مسئله چهارم درباره آمیخته خلط میگویند. آمیخته بین چروایان، آمیخته دو نوع از چروایان با هم آمیخته کردن. چون که ما در باب زکات و طلا و نقره گفتیم که این دو رو با هم آمیخته نمیکنیم پس زکات بدهیم، بلکه هر قسمت الهیده. در اینجا هم در این چروایان آیا آمیخته کردن جایز است یا نه؟ نوع اول آمیخته مالکیت اعیان، یعنی 2 نفر مال را یک جای مشترک دارند. 2 نفر مال را یک جای مشترک دارند، حصه هر کدام آنها جدا نیست. این آمیخته می تواند از میراث یا خرید باشد، یک جا خریدن که میراث باقی موند. و نوع دوم آمیخته صفت ها، وصف ها، یعنی حصه هر کدام معلوم و جدا است ولی تنها با هم چی هستند؟ شریک هستند. حیوان هایشان یک جا میچرند، یک جا هستند. پس هر دو نوع آمیخته در جمع شده 2 رمه را با هم جمع کردن. اگر با نصاب برسد و هر دوی آنها صاحب زکات باشند، یعنی مسلمان باشند و صاحب مال باشند، مال آنها به زکات رسیده باشد، پس در اینجا آن همین 2 رمه مال 1 رمه را حساب کردن میدهند. اگر یکی از اینها کافر باشد، مال کافر با مال مسلمان آمیخته کردن نمیشود، جایز نیست، بلکه مسلمان الهیده پرداخت می‌نماید. همچنین 2 شخص مثلا رمه دارند، مالشون را بدون یگام حیله‌گری، بدون اینکه زکات مال کم پرداخت نمایند، با همدیگر آمیخته میکنن. یک 2 رمه یک جا میچرند، یک جا شب روز میکنن، یک جا چراگاه یک جای دارن، یک جا شیر داده شوند، یک جا چرا کنن، یکی بیچرن. در این حالت هر دو این رمه که از 2 شخص هستند یک جا، از هر دو این یکی داده می شود. اگر این شرط ها جمع شود و 2 رمه مثل 1 رمه حساب شوند یا که حساب می شوند، مادامی که 2 رمه 1 رمه حساب شدن، پس 1 رمه حساب شدن 1 رمه زکات می دهند. هر دو آنها الهیده نه. چون در حدیثی که ترمذی روایت می نماید تحت رقم 621 فرمودند که متحد را جدا نکنید. گفتند اینکه آن رمه که با همدیگر جمع شدگی هستند 2 کس مثلا آنها جدا کردن نشوند و جدا رو متحد نکنید. گفتن که 2 کس هستند که به خاطر یگام حیله‌گری ها، یگام کارهای حیله‌گری، به خاطر مثلا زکات ما کم دادن پرداخت نکردن یا اینکه جمع میکنن، اینم جایز نمیگردد. اما به خاطر مصلحت آسانی کارشان باشد، آسانی کار را آنها بجویند تا که برایشان مشکل نشود، سخت نشود در چراگاه و غیره، اگر جمع کردن پس یک قسمت زکات میدهند. مثلا 2 نفر با همدیگه گوسفندای خود را جمع مینمایند، اینش هم 40 گوسفند دارد، اینش هم 40 گوسفند دارد، ممکن سر 40 گوسفند یک گوسفند داده می شود. هنگامی که جمع کرده شد بدون یگام حیله، پس آمیخته در واجب شدن زکات و در ساخت شدن آن تأثیر میبخشد. در آخر میبینیم. پس این خاص با چروای انعام است، همین چروای مالها، گاو و بز و گوسفند است. مثال برای جمع کردن اینها ما اگر جدا کنیم، 3 نفر هر کدامشون 40 گوسفندی دارند، جمع آنها 120 گوسفند میشود. جمع آنها 120 گوسفند میشود. اگر هر کدام آنها را ما جدا حساب کنیم، 3 گوسفند باید پرداخت نمایند. ولی اگر یک جا آنها را جمع کنیم، تنها 1 گوسفند میدهند، تنها 1 گوسفند میدهند، چون که آنها جدا را یک جا جمع کردن به خاطر مصلحتی که دارن، آسانی کارشان، 1 گوسفند زکات پرداخت نمایند. مثال برای جدا کردن یک جا، یک نفر 40 گوسفند دارد، وقتی میدوند که جمع کننده زکات می آید، کسی که زکات را جمع نماید می آید، 20 تای آن را یک جا میگذارد، 20 تای آنها را یک جا میگذارد، به خاطر آنکه زکات ندهد، تا اینکه این 2 گروه به نصاب نرسیده باشد از او گرفته می شود زکات.